Assalomu alaykum barodarim va xalqarom. Xush omadid ba kanali Mars Studios. Bu shuma hostam Homidov Qurbon. Barodarim, imroz ma suhbat mikunam dar boraи filmi Faqir. Filmi Faqir qismi 6 bisyor az yoki barodarim va xalqarom aytishondan ki filmi Faqir qismi 7 kay meshavad. Buna savolxon aytishondan ama xususan ki ba hamma javob berdim. Barodarim, ما حاضر aynan در شهر ترکیه قرار داریم در ثبت فیلم رنج مایو قسم 4 و ما انشاءالله حرکت میکنیم. فیلم حرکت ثبتش تمام شده است، انشاءالله ما با وطن برمیگردیم و مونتاژ فیلم مونده است، او رو میکنیم و قسم 4 رو پیشکش شما میگردیم و از همین سبب ما کمتر دیرتر فیلم فقیر قسم 7 رو میتوانیم پیشکش شما کنیم. سبب در چی است که برادران و خیلی پراسموترها کم است برادران. 8000 پراسموتر است، 9000 پراسموتر است، 14000 همین گونه پراسموتر است. اگر که پراسموترهای ما خوب شود، زیادتر شود و لایکاتون در همین قسم 6 زیاد شود و ما حرکت میکنیم که قسم 7 رو هرچی زودتر پیشکش شما گردانیم و 8 9 10 همین طریق دوام میدیم. اگر که دستگیری خوب شود برادران، همین یک لایک ماندنی شما و یک پادپیساسی کردن شما خیلی با ما کمک زیاد است. چقدر با ما موتیواسیون میدهد که ما هرچی زودتر قسم نو به نو پیشکش شما گردانیم. و شاید که برادران در به پادپیساسی تماشا میکنن برادران التماس میکنیم که در کانال ما پادپیساسی کنید. همین پادپیساسی چی میگه برادران؟ یک پادپیساسی را زیادن لایک موندن و فکراتون حتما در کامنتاری نویسید، چون که کامنتاری همه را ما میخونم برادر، همه کامنتاری را میخونم با همه جواب گرداندگیم و بسیار از یکی برادران و خواهران چقدر سخنانی خوب نویساندن در کامنتاری و بی‌حد ما رو دستگیری کردن. این ادعایم رو با همه شما میرسونیم که چنین دستگیری رو ما منتظر نبودیم، چنین سخنها حتی یک سخنی قبیح هم نگفتم و تنها در باره نقشی که پاپای نظیر بازی کردهش، نقش زیبا، در همونجا بسیار سخنهای پست و بلند گفتم و برادران ما این گونه سیناری نمی‌شوندیم که چونی زنها رو می‌شوندیم. الکی هست که پشیمان میشود کاری کردهش، برای کسی دیگر درس شدن این کارو کردیم. این گونه فیلم ها رو میبریم برادران و پاپای نظیر در نقش بازی کرده است. او تنها نقش زیبا رو بازی کرده است، نقش زنی بد و زنی بد گفتار، بد رفتار، همین گونه نقش رو بازی کرده است. امیدوارم که شما ما رو درست فهمید و درباره همین هنرمندی ما که از دنیا گذشته است التماس ما سخنی قبیح نگویید، سخنی بد هم نگویید. التماس میکنم از شما، چون که این استاد عزیز از دنیا گذشته است. اینها زن و شوهر حقانی هستند و در فیلم هم نقش زن و شوهر رو بازی کردند. خیلی امیدوارم که شما ما رو درست فهمیدید. خدا یار و مددگارتون باشد. در حق خدا رحمتی قرآن دعاگو باشید. با ما بودن رو فراموش نکنید. در پناه خدا. السلام علیکم و رحمت الله.